شما یک با وجودی که مریض هم هستین، شمال خوردین، اگر امکان داره شما بدون موسیقی یک آهنگتون خودتون زمزمه کنین تا بیننده ها و شنونده ها از این آواز فارم شما لذت ببره. شما حاضر هستین؟ حالا من میخوام برای شما یک سرودی رو خوانم که نوار این سرود رو من میخواستم بعد از 2 هفته به شمایان پیشکش کنم. بارون بارون هوا هوا میایی، بارون بارون هوا هوا میایی، با دامن پرزی خوشه ها میایی، ای باد صبا برا گذاری تو سلام، پیغام کی داری از کجا میایی، پیغام کی داری از کجا میایی، از تو کی پر میشد باغ نفس های، از تو کی پر میشد باغ نفس های، پنجره وا میکند فصل غزل های، پنجره وا میکند فصل غزل های. خیلی خوب خواندین. با وجودی که شما بازم تاکید میکنم که با وجودی که سرما خوردین خیلی آوازتون شیرین آمد و تشکر که شما خواهش ما را لبیک گفتین و انصافا که بیننده ها قضاوت میکنن که شما بدون موسیقی هم بسیار خوب و رسا و شیرین میخوانین. تشکر یک جهان. و میخواستم فیروزه جان نظرتون در رابطه با این بگوین که آیا زنده خواندن خوب و بهتر است یا ای که در فناگرام بگذارن و لپسینگ کنن؟ البته زنده خواندن این خوب است. حالا چه بگم بسیار جوانان هستند که با واسطه فناگرام میخوانند. با فکر من این خوب نیست، این آینده ندارد. برای آنکه زنده خوانی این وقتی که صنعتکار زنده میخواند و بیشتر برای مخلصان نزدیکتر میشه.
زیبا ابریاش مثلی